به نام خدا، موضوع اناتومی ما را از بخش کتاب اسنیلز کلینیکال اناتومی بایوریژن آغاز می کنیم و ما از ادیشن 11 این کتاب استفاده می کنیم و تفاوتی که با ادیشن 10 داره ای است که یک مقدار بخش کلینیکال و همچنان خود بعضی از تصاویرش نسبت به ادیشن 10 متفاوت تر است. از این خاطر از ادیشن اپدیت جدیدش که ما 11 است، از این ما استفاده می کنیم. و چرا به نام اسنیل کلینیکال اناتومی بایوریژن چرا یاد میشه؟ از خاطر است که ما وقتی میخوایم اناتومی را مورد مطالعه قرار بدیم، ما یک نوع مطالعه داریم که به شکل سیستم وار هر بخش ما مورد مطالعه قرار میدیم. مثلا نرو سیستم عصبی یا اسکلتال سیستم به شکل سیستم وار مورد مطالعه قرار میدیم. اما در اینجا ما بایوریژنز مورد مطالعه قرار میدیم، یعنی به شکل ناحیوی. مثلا اگر ما یک ساحه رو میخوایم مورد ارزیابی قرار بدیم، کلا به شکل یک ناحیه رو بررسی میکنیم. مثلا ما اگر بخوایم ساحه بکتن رو بخوانیم، ساحه بکم هم ساحه سرفیس اناتومیشه، هم ساحه مثل عضلاتشه، هم ساحه بون یا استخوانایشه. در پهلوی از او ساحه ویزلز، لیمف دریناژ، تمام قسمت هایی که مربوط به ساحه بک می باشد در موردش مفصل میخوانیم. همه قسم اگر ما در مورد خود تورکس اگر بخوانیم، قفس صدری، تمام اولا نمو ساحه اسکینش باز مربوط به استخوانایش بونه و حساس تا اون محتوی که در ساحه تورکس است تمامش میخوانیم. یعنی ما به شکل ناحیوی میخوانیم، هر ناحیه رو به شکل نمو ناحیه مورد مطالعه قرار میدیم. از خاطر این به نام بایوریژنز یاد میکنن. خب ما از بخش کتاب اسنیلز کلینیکال اناتومی بایوریژن از چپتر دومش ما شروع میکنیم، چون چپتر اولش بخش کلا اونمو انترودکشن هسته، معرفی هسته، به شکل عمومی تمام موارد بیان شده و ما اینجا چیزی که ما مهم است امو قسمت های مهم است که به خاطر امتحانات تخصص و هم در پرنسیپ داخله و جراحی در این بخش شامل شده و ما از امو چپتر دومش که مربوط به بک می باشه از این ما شروع میکنیم و در موردش میخوانیم. کلا موضوعاتی که در چپتر دوم در موردش خوانده میشه در مورد vertebral column است یا اونمو ستون فقرات است، بک مثل یا عضلات که مربوط به سایه بک است، دیگه دیپ فاشیاس که در موردش میخوانیم، دیگه در پهلوی در مورد بلد سپلایش میخوانیم، لیمف دریناژش و اسپاینال کورد و سرفیس اناتومی. اینا موضوعات است که تمام شو بخیر دمی فصل که مربوط به خود بک می باشه در موردش میخوانیم. اولا میایم از موضوع اساسی ما که در مورد خود اونمو موضوع اول ما یا vertebral column است در موردش میخوانیم که خود vertebral column یا اونمو ستون فقرات شامل کدام موارد میشه و هر موضوعش به شکل جداگانه مورد بحث قرار میدیم. خب ساحه vertebral column اونمو ستون فقرات، اونمو ساختمان طولانی و طویل و استخوانی و قسمت مرکزی بدن تشکیل میده. اینمی خود ستون فقرات که اگر ما هم ببینیم اونمو قسمت مرکزی و استخوانی و لانگیتودینال یا اونمو ساختمان طویل بدن ما رو هم اینمی ستون فقرات تشکیل میده و در پهلوی از این کار که میکنه باعث سپورت اونمو ساختمان های مجاورش میشه، چی اسکل باشه، ساحه جمجمه باشه، آیا هم چی پکتورال گردن باشه یا اونمو خود کمربند اطراف علوی باشه و یا هم خود اپر لمب و خود تورکس یا قفس صدری باشه. اینا تمامش چی میشن؟ توسط اینمی ستون فقرات اینا سپورت میشن یا حمایه میشن و اینمی باعث میشه که بر علاوه از که در بالا که پکتورال گردر از او را سپورت کنه، در پایین پلویک گردل یا اونمو کمربند حوصله را هم چی میکنه؟ ای سپورت میکنه. پس ستون فقرات اونمو قسمت وسطی و مرکزی خود بدن چی میکنه؟ تشکیل میده و در اطراف با همه اونمو قسمت های استخوانی که موجود می باشه، چی اسکل باشه، چی خود اپر لمب باشه و یا هم خود ساحه مربوط به پکتورال گردر و خود توراسی کیج باشه و یا هم خود اینمی ساحه پلویک گردر باشه، تمام اینا رو سپورت میکنه. در پهلوی ازی کار دیگه که میکنه ای است که تمام اونمو وزن بدن یا توازن بدن برقرار میسازه و وزن بدن از قسمت های علوی چی میکنه؟ به طرف سفلی انتقال میده به طرف پایین و این باعث اونمو ثبات در ساحه خود اونمو چی میشه؟ وزن بدن میشه و وزن بدن ای تنظیم میکنه و توازن بدن ای برقرار میکنه.
و بر علاوه از این در قسمت داخل خود اینمی ورتبرال کلم چیز دیگه که در اینجا موجود می باشه نمو سپاینال کورد است که نمو نخاع شوکی تشکیل میده و این نخاع شوکی توسط نمو سهایا یا مننج محافظه میشه و در بین این خود اسپاینال کورد در بین خود ورتبرال کلم قرار داره و اونمو ساحه خود مربوط به رشته‌های عصبی می باشه که باز از اطراف از این منشأ میگیره و به تمام قسمت چی میگن اونمو نرو یا اعصاب میتونه دمی مسیر حرکت کنه و به اعضای مربوطش خود برسانه. خب این موضوعات اساسی بود که در مورد به طور عمومی در مورد ورتبرال کلم ما میفهمیدیم. دیگه چیزی که به ما مهم است این است که ما وقتی نمی ساحه ورتبرال کلم یا ستون فقرات وقتی ما میبینیم به طور عموم یک ساحه از ستون فقرات متشکل از 33 ورتبرا یا اونمو خود فقرات هستند. به طور عموم از قسمت بالا تا و قسمت پایین 33 فقره را تشکیل میده که در عموم در ناحیه سرویکال یا در ساحه عنق 7 دانه فقره باعث میشه که ساحه عنق تشکیل بده. در ساحه توراکس یا ساحه قفس صدری 12 دانه خود فقره یا ورتبرا باعث تشکیل ساحه خود توراکس میشه و در ساحه لومبر یا قطنی 5 دانه باعث میشه که نمو ساحه لومبر یا هم ساحه قطنی تشکیل بده و باقی مانده ساحه سکروم و ساحه کوکسیجیال است. در ساحه سکرال مونمو استخوان است که 5 دانه استخوان پس میان با دیگه یک جا میشن ساحه سکروم استخوان سکروم میسازن و دیگه در ساحه خود کوکسیجیال ما 4 دانه استخوان داریم که اینا باز یک جا میشن و استخوان کوکسی رو اینجا تشکیل میدن. پس در عموم اینمی 33 دانه فقره ما در اینمی چند ناحیه تنظیم شده و هر کدامش از خاطر ازی تنظیم شده که اینمی حالت فلکسیبل یا حالت انعطاف پذیری که ستون و فقرات داره از خاطر اینمی خاصیتشان است که در هر ناحیه هر کدام از این فقرات از هم دیگه متفاوت هستند و نظر به نواحی متفاوتی که اینا ایجاد میکنن باعث میشه که نمو ستون فقرات حالت فلکسیبل یا انعطاف پذیر از خود داشته باشه. خب در مورد خود ورتبرال کالم یا ستون فقرات وقتی صحبت کردیم حالا میم در مورد فقرات صحبت میکنیم که هر اینمی ورتبرایی که ما میگیم اینا دارای کدام خاصیت هستند به طور عموم و از کدام ساختمانات تشکیل شدن. خب وقتی که ما یک ورتبرا یا یک فقره رو وقتی میبینیم گفتیم هر فقره در هر ناحیه از خود شکلهای متفاوت داره نظر به نوع خاصیت و نظر به وظایفش، اما به طور عموم اگه ما در نظر بگیریم یک ورتبرا یا فقره از چند ناحیه اساسی و عمده تشکیل شده. به طور عمومی اگه ما در نظر بگیریم چند نواحی اساسی است که نمی ورتبرا تشکیل میده. یکی از اینا قسمت آنتریور یا قدامیش است که در قسمت قدامیش ساختمان بزرگتر که تشکیل میده ساحه بادی است یا اونمو ساحه جسم فقری است که در قسمت قدامی ما میبینیم و در قسمت خلفی باز چیزی که در اینجا موجود میباشه ساحه خود ورتبرال آرچ یا اونمو قوس فقری است که در قسمت خلفی تشکیل میشه و هر کدام از اینا از هم خاصیتاشون متفاوت است و ساختمانهای متفاوت در خود دارا میباشن. خب ما ساختمان گفتیم در کدام است اونم چیه ساختمان خود بادی یا جسم است. ساختمان که در هر ناحیه باز این بادی فرق میکنه شکلش در بعضی از نواحی در نواحی سرویکال یا در نواحی توراکس در بعض نواحی کوچک است در بعض نواحی نمی بادی بزرگتر هستن نظر به اونمون ناحیش اینا چی میکنن از هم دیگه فرق میکنن. و دیگه یکی اینم قسم که خود بادی فرق میکنه ساختمانهای مجاور یا اطرافش هم قسم از هم دیگه اینا متفاوت هستن. خب اگر ما گفتیم به طور عموم اینمی یک فقره را ما در نظر بگیریم که هم از لحاظ قدامی و خلفی رو مورد بررسی قرار بدیم گفتیم به طور عموم یکی اینمی بادی داره و دیگه چی داره اونمو آرش یا اونمو قوس فقری اینا را تشکیل میده و در ساحه قوس فقری یا اونمو ساحه خلفی کدام ساختمانات در اینجا باعث میشه که نمی ساحه قوسی را تشکیل بدن. در عموم ما دو ساختمان در ساحه ورتبرال آرچ یا قوس فقری داریم که اینا را تشکیل میده. یکی ساختمان به نام پدیکل است که به دو طرف می اینی ساختمان ها مربوط به پدیکل می باشه به دو طرف و در قسمت های لترالشون پدیکل ها می قوس تشکیل میده و در قسمت های خلفشون باز دو صفحه اموار است که به نام لامینایات میشن. اینی صفحات اموار لامینا است چی میکنن اینمی ساحه خود ورتبرال آرچ در قسمت خلفی اینا تشکیل میدن و ساحه پدیکل باز چی میشن اما ساختمان مشابه به سلندر است به شکل سلندریک هستن به دو طرف به شکل لترال میان چی میکنن اینمی قوس میسازن.
خب وقتی که نمی لامیناها به دو طرف میان با هم دیگه، در قسمت خلفی با هم دیگه وصل میشن، باعث میشه که در قسمت وسطشون یک ساحه یا مجرا باقی بانه. اینی ساحه یا اونمو میزابه، اونمو سوراخ که در این ساحه باقی میمانه به نام ورتبرال فورامین یاد میشه. که ورتبرال فورامین ناحیه است که وقتی که این فقرات میان بالای همدیگه میان قرار میگیرن، باز اینجا ورتبرال کانال میسازن که نمی دبین نمی ورتبرال کانال باز اونمو اسپاینال کورد یا هم نخاع شوکی چی میکنه، سیر میکنه. در پهلوی این موارد دینامی ساحه ورتبرال آرت یا اونمو قوس فقری در عموم 7 دانه پروسس یا اونمو برآمدگی یا بارزات اینجا موجود می باشد. در عموم اگر به طور کلی ما در نظر بگیریم که یک دانش به طرف خلفی موجود است، در ساحه که لمینا به دو طرف قرار داره، قسمت خلفیش باز اینی پروسس که در اینجا ایجاد میشه به نام اسپینوس پروسس یاد میشه. اینی ساحه به نام سپاینوس پروسس که به طرف خلفی قرار داره و دو دانه به دو طرف است که به دو طرف به شکل دسایه لترال لمینا قرار داره به نام ترانسورس پروسس یاد میشه. به دو طرف اینا ترانسورس پروسس رو تشکیل میدن که در پهلوی از این ما دو دانه سطح دیگه هم داریم که باز او رو به نام ساحه آرتیکولر یاد میکنن و اینمی ساحه هم از خود بارزار نشان میده که به نام آرتیکولر پروسس یاد میشن. در ساحه نزدیک به ساحه خود پیدیکل ما اینجا دو دانه ساحه داریم که باز اینا آرتیکولر پروسس دارن. آرتیکولر پروسس ما هم در قسمت علوی داریم و هم در قسمت سفلی داریم، یعنی در سوپریورم داریم در انفیریورم داریم. از خاطر اینا 4 دانه آرتیکولر پروسس رو در اینجا تشکیل میدن که دو دانه آرتیکولر پروسس که در قسمت علوی است با فقره که بالای زیمه در قسمت های سفلیش میه با هم دیگه آرتیکولیشن میکنه و مفصل میشه و اوی که در قسمت پایین است با فقره پایانی با قسمت های علویش چی میکنن، اونا آرتیکولیشن مفصل انجام میدن. باز اینا مفصل ایجاد میکنن، مفصلشون نو ساینوویال است. یعنی در عموم اینا دو دانه مفصل ساینوویال در بالا و دو دانه در پایین چی میکنه، اینا ایجاد میکنن. خب در ساحه ورتبرال آرچ یا قوس فقری هم ما فهمیدیم که کدام ساختمان ها قرار داره. اینا وقتی که دو دانه فقره میان بالا هم قرار میگیرن، در اینجا یک ساختمان دیگه هم اینجا ایجاد میشه. ما به دو طرف پیدیکلا وقتی که من دو دانه ساحه پیدیکل وقتی من بالا هم قرار میگیرن، یک ساحه به نام ورتبرال ناچ ایجاد میکنن، یعنی لبه یا کناره که مربوط به چی میباشه، فقره میباشه، در اینجا ایجاد میشه که به طرف علوی به طرف بالایی به طرف پایینیش و دیگه به طرف سفلیش دو دانه، یعنی ساحه مربوط به علوش میباشه یا اون ساحه مربوط به سفلیش میباشه. این می ناچ یا اونمو بارزه یا لبر اینا ایجاد میکنن که نمی لبه ها وقت میان از یک قسمت انفیریور و کم از قسمت سوپریور با هم دیگه وقتی که یک جا میشن، اینجا بازم یک ساحه یا مجرا باقی میمونه که باز این به نام انتر ورتبرال فورامین ایره یاد میکنن. ما که خود ورتبرال فورامین داشتیم کجا می آمد اونمو ورتبرال کانال می ساخت و اونجا خود نخاع شوکی اسپاینال کورد از اینجا عبور میکرد و در اینی ناحیه که باز ناچ میان در قسمت سوپریور انفیریور با هم دیگه جا میشن، باز اینجا انتر ورتبرال فورامین در اینجا تشکیل میده که از بین اینمی انتر ورتبرال فورامین هم خود اسپاینال نرف و هم بلد ویسلز یا اونمو اویه ها از اینجا عبور میکنن و حتی اونمو قسمت های قدامی و خلفی خود روشره های عصبی میان با هم دیگه اینجا یک جا میشن و همراه سهایا اینا کور میشه یا پوش میشه و سگمنتال خود اینا سگمنتال اسپاینال نرف اینا میتونن ایجاد کنن در اینمی ساحه که مربوط به انتر ورتبرال فورامین هستن. خب این موضوعات عمومی بود که به شکل کلی در مورد خود اینمی ورتبرا یا فقره که چی قسمت بادی بود و چی قسمت آرک بود ما رو صحبت کردیم. حالا میریم اینمی فقره ورتبرا رو به دو بخش تقسیم میکنیم. یک نوع فقرات داریم که اینا شکل تیپیکال هستن یا به شکل معمولی اونمو خاصیت خود نشان میدن و یک نوعشون اتیپیکال هستن، یعنی خاصیت منحصر به فرد خود دارن نظر به موقعیتشان. از خاطر اینا رو ما به دسته مجزا تقسیم میکنیم، هر کدامش به شکل جداگانه مورد بحث قرار میدیم. خب اولا میم از تیپیکال شروع میکنیم، اونمو تیپیکال ورتبرا یا فقرات که به شکل معمولی اونمو بعضی از نواحی موجود هستن و به شکل تیپیکال کدام خاصیت دارن و کدام فقرات ما از نوع تیپیکال اینا رو میشناسیم. در عموم ما فقرات در هر ناحیهش به نوع تیپیکال میشناسیم که یک نوعش در ساحه سرویکال است. در ساحه سرویکال
بین 33 تا و 36 است. دیگه ساحه توراسیک است یا قفس صدری است که بین T2 تا و T9 است و دیگه ساحه لومبر است که بین L1 تا و L5 است. هر هر کدام از اینا نظر به نمو ناحیه‌شان قسمت از لحاظ اونمو بادی یا جسمشان، از لحاظ ورتبرال فورامین، سپینس پروسس، ترانسورس پروسس، آرتیکولار پروسس و انترلامینر اسپیسشان متفاوت هستند. از این خاطر از هر کدامشان به شکل نمونه یادآور میشیم که کدام نوعشان کدام تغییرات در خود نشان میدن. خب از سایه سرویکال اگر ما شروع کنیم، در سایه سرویکال اینجا فقره که است فقره C4 است. در این سایه فقره C4 تفاوت که در اینجا وجود داره، اولا در قسمت بادیشان اینا رو میبینیم چه تفاوت موجود میباشه. بادی از اینا کوچک است و شکل پهن داره، یعنی شکل براد و پهن است، به شکل مستر است و از او خاطر ساختمان پهن‌تر در اینجا تشکیل میده ساحه بادیشان. دیگه ورتبرال فورامین از یا است، اینی ساحهشان شکل مستطیل شکل است و بزرگتر است نسبت به دیگه نواحی، نسبت به نواحی توراسیک اینا شکل ترینگولر داره، یعنی شکل مثلثی رو داره و یک مقدار بزرگتر است. دیگه ساحه اسپینوس پروسس شان است. در ساحه اسپینوس پروسس از اینا که است، اینا به طرف خلف یا پاستریور موقعیت داره و دیگه ای که یک مقداری کوتاه‌تر است و به شکل اسپینو بایفیدا است، یعنی که به شکل دو شاخه‌ای است. قسمت خلفیشان وقت میره اینا به شکل دو شاخه‌ای دیده میشن، از این خاطر بایفیدا اینا رو میگن. و دیگه ای که اینا باز به طرف سفلی متمایل هستند. ساحه چون مربوط به ساحه سرویکال است، از این خاطر اینا به طرف سفلی متمایل هستند. و دیگه تفاوتی که داره در ترانسورس پروسسشان هستن. در ترانسورس پروسس از اینا که است، باز اینا هم یک ساحه یا مجرا دارن که به نام فورامین ترانسورسیری میاد میشه به دو طرف، که از بین اینمی فورامین چیزی که در اینجا عبور میکنه اونمو خود ورتبرال آرتری و وین است، یعنی شریان فقری و وریدش است که از بین از عبور میکنه. و در سایه سرویکال باز تفاوتی که با نواحی تورکس دیگه نواحی داره ای است که اینا چی ندارن، اونمو کوستال فست ندارن. کوستال فست ناحیه است که قبرها باید با اینا وصل شود. در سایه سرویکال چون مربوط به سایه C4 است، اینا به دو طرفشان در سایه ترانسورس پروسس است، اینا کدام کوستال فست موجود نمی باشه، چون که در اینجا دیگه با کدام فقری نیست که اینا بین با کدام ساحه از قبرها نیست که اینا بین وصل شوند با ساحه رپس، از او خاطر اینا بدون کوستال فست هستن. دیگه ای که در ساحه آرتیکولار پروسس از اینا چی تفاوت وجود داره؟ در ساحه آرتیکولار پروسس از اینا که هستن هم قسمت بالایی و هم قسمت سفلیشان یک مقدار متفاوت هستن. ساحه سوپریور آرتیکولار فیست از اینا که است به طرف علوی و خلفی متوجه است و قسمت انفیریورشان که است به طرف سفلی و قدامی باز متمایل است. ساحه آرتیکولار پروسس از اینا و انترلامینرشان، یعنی دو وقت دو تا فقره میان بالا هم قرار میگیرن، ساحه لامینای اینا باز اسمال است و کوچک است. پس تفاوتی که در ساحه سرویکال موجود بود نظر به اینکه فقره تیپیکال هستن، اینی موارد اساسی و مهم بود. در پهلوی ازی ما گفتیم ساحه فقرات توراسیک که از T2 تا T9 است، اینا مجموع فقرات تیپیکال محسوب میشن که یکی از این فقرات ما اینجا آوردیم فقره T6 است که در خود کتاب اسنیل می تصاویرش موجود می باشه. در T6 اینجا هم اولا ما از لحاظ بادی اگر ببینیم اینا بادی یا هم اونمو ساحه جسم که به طرف قدام متوجه است، سایز از اینا یک مقدار به شکل متوسط است، یعنی نه بسیار بزرگ است نه بسیار کوچک و شکل چی داره؟ هارت شیپ داره، یعنی شکل قلب ماننده داره. و در پهلوی ازی چون مربوط به ساحه اونمو تورکس می باشد، پس اینجا ساحه اونمو است که قبرها هم میان یا رپس با اینا وصل میشه، پس اینا کوستال فست یا هم دیمی فست در اینا موجود می باشه به دو طرف از اینا و میتونه اونمو ساحه قبرها باز به دو طرف از اینا به وصل شود. دیگه ورتبرال فورامین از اینا که است، باز اونمو ساحه یا مجرای ورتبرال فورامین از اینا کوچک است، شکل سرکولر یا حلقوی داره. اسپینس پروسس از اینا که از یک مقدار طویل تر است و این هم به طرف سفلی متمایل است. دیگه ترانسورس پروسس از اینا که است به دو طرف اینا که هستن، باز ترانسورس پروسس خود کدام مجرا یا نه کدام فورامین ندارن، مثل که در سایه چی داشتیم ما سرویکال ما فورامین ترانسورسور هم داریم، اما در توراسیک باز این خاصیت اینا ندارن، اینمی فورامین در اینا موجود نیست، اما اینا باز کوستال فست دارن در دو طرف خود، باز به خاطر از یک اونم دیمی فست است که باز میرپس با اینا وصل میشه قبرها.
دیگه در ساحه آرتیکولار پروسس از ایناست که آرتیکولار پروسس از اینا بازم در قسمت اوش که به طرف علوی است، به طرف به شکل به سمت خلفی و پوستیرور و لترال یا وحشی قرار داره و اوش که به قسمت های سفلی است به شکل قدامی و انسی قرار داره. تفاوتشون دمی است و بازم اونمو لامینار اسپیس از اینا در لامینار اسپیس از اینا هم کوچکتر هستند. و دیگه تیپیکال ورتبرا ما در ساحه لومبر گفته میتونه بین اونمو L1 تا L5 باشه. ما اینجا L3 را آوردیم فقرهشه. در اینجا بازم اینا اولا از لحاظ بادی اگه ببینیم اینا شکل کیدنی شیپ دارن، یعنی شکل گرده مانند دارن، یک مقدار لارج یعنی بزرگتر هستن. در ساحه لومبر ما تفاوت که با دیگه نواحی داریم، اینا بازم چون با ساحه قبرقا دیگه وصل نمیشن با ربس، از این خاطر اینا هیچ کدام کوستال فسد در اینا موجود نمی باشن. و دیگه بر علاوه از ساحه اونمو فورامین یا ورتبرال فورامین چه وقتی که ما اینجا بررسی کنیم، اینا هم ساحه اونمو ورتبرال فورامینشان یک مقدار بزرگ است، یعنی پهن از شکل اونمو چی داره، مثلثی شکل داره، تراینگولر است این ساحهش. باز اونمو چون در ساحه که اسپاینال کورد ما اینجا امتداد پیدا میکنه، در اینجا یک مقدار وسیع‌تر میشه، بزرگ میشه اسپاینال کورد، از این خاطر باز این هم به می منوال خود پهن‌تر میسازه و ساحه تریانگولر تشکیل میده. دیگه اسپینوس پروسس از اینا که یک مقدار کوتاه‌تر است، هموارتر است و شکل کوادرات داره، این شکل چارزولی مانند در خود میگیره ساحه اسپینوس پروسسش. و دیگه در ترانسورس پروسس اینا باز ما فورامین ترانسورسال رو ما نداریم، کدام کوستال فست هم به دو طرف از اینا ما در ترانسورس پروسس ما نداریم. دیگه ساحه مربوط به چی مان؟ مربوط به آرتیکولار پروسس از اینا مان. آرتیکولار پروسس از اینا هم بازم چی هستن؟ شکل یک مقدار اونمو مقعر داره به طرف اونسی، باز اینفیریورش یا سفلیش که از شکل چی رو داره، معدبه داره، به طرف وحشی باز این هم امتداد داره. انترلامینال سپیس از اینا هم که یک مقدار چون میان و فقرات با هم دیگه میان قرار میگیرن، یک مقدار انترلامینال سپیس از اینا باز بزرگتر است. در دیگه نواحی سای توراسیک، سای سرویکال، انترلامینال سپیس شون کوچک بود، اما در اینجا یک مقدار بزرگتر است. این از فقرات تیپیکال بود یا فقرات معمولی که خواصشان در هر ناحیه، چی در ساحه سرویکال بود، در ساحه توراسیک بود و لومبر بود، این مورد مطالعه قرار دادیم. حالا می در مورد اونمو فقرات اتیپیکال یا فقراتی که چی دارن اینا یکیش مشابه به هم دیگه نیست، یعنی شباهت ندارن، در موردش میخوانیم. با هر نواحی اینا متفاوت هستن. ما کدام نوع فقرات اتیپیکال میگیم؟ فقرات اول، دوم و هفتم سرویکال ما از جمله فقرات چی میشناسیم؟ اتیپیکال میشناسیم. اول، دوم و فقره هفتم سرویکال به عنوان فقره اتیپیکال شناخته میشه و هم فقره اول، دهم، یازدهم و دوازدهم توراسیک، اینا هم از جمله فقرات اتیپیکال هستند. خب این فقرات نظر به نمو خاصیتشان در هر ناحیه گفتیم از خود نمو اشکال متفاوت از خود نشان میدن، نظر به اینکه اونمو خاصیت اونموستون فقرات اونمو انعطاف پذیری که ایجاد میشه درش، اونمو وظایف متعدده که انجام میده، از باعث نمی تغییر شکل خود فقرات از در هر ناحیه. خب اولین فقره ما در ساحه خود اونمو سرویکال که از فقره اطلس است. فقره اطلس یک تفاوتی که با دیگه تمام فقرات یا ورتبرای دیگه داره ای است که این بادی نداره، بلکه از دو آرچ یا اونمو قوس تشکیل شده که قوس خود پاستیرور خلفی و دیگه قوس قدامی چقدر ایره ساخته، که هر کدام از نمی ساحه چی میکنن با اونمو ساختمان های فقرات مربوطی خودن اینا وصل میشن. و خصوصا که باز قسمت که در اینجا ما دو دانه کاندیل داریم که مربوط به چی میباشه؟ ساختمان اکسیپیتال هسته. ساختمان خود استخوان اکسیپیتال کاندیلاش میه با ساحه خود استخوان اطلس یک جا میشه و اینا اتلانت و اکسیپیتال جوینت در اینجا ایجاد میکنن، چون اکسیپیتال طبعا ساحه مربوط به اسکل است دیگه. و اولین فقره ما هم مربوط به چه؟ سرویکال است و اینمی ساحه که می اونمو اولین فقره سرویکال ما امرا با فقره با ساحه خود اونمو اکسیپیتال یک جا میشه، مفصل رو ایجاد میکنه. مفصل چیست؟ اونمو مفصل اتلانتو اکسیپیتال جوینت است که در اینجا ایجاد میکنه. ما گفتیم که چون این بادی نداره مستقیم دادن قوس می ایره تشکیل میده و یکی در قسمت قدمی و دیگه در قسمت خلفی.
و این کاندیلای اکسیپیتال در قسمت های لترال مس هستی. من این دو طرف های سایه مربوط به لترال مس هستی، کاندیلا اکسیپیتال من اینجا وصل میشن در قسمت سفلیش امرو با ساحه خود فقری اطلس. و در پهلوی ازی ما یک اینمی ساحه که مربوط به خود لترال مس است، یکی در قسمت علویش است و دیگه در قسمت سفلی خود چی است؟ اطلس است. در قسمت علوی فهمیدیم که امرای ساحه مربوط به استخوان اکسیپیتال یکجا میشه، اونمو چی ایجاد میکنه؟ اتلانت اکسیپیتال جوینت ایجاد میکنه. باز در سفلی خود امرا با C2 یا فقره سرویکال دوم چی میشه؟ این مفصل میشه و اتلانت و اکسیال جوینت ایجاد میکنه، چون فقره اول ما اطلس هسته و فقره دوم باز چی هسته؟ مربوط به خود اکسس میباشه. پس امی است که باز این چیزی که ایجاد میکنه در قسمت پایانی این مفصل اتلانت و اکسیال جوینت ای ایجاد میکنه. خب این فقره اول سرویکال ما بود. دیگه ما داریم فقره دومی خود سرویکال ما که هم از نوع اتیپیکال میره یا هم از جمله اونمو فقرات چی میگن که نظر ساختمانشون متفاوت هستند. فقره دوم اونمو فقره اکسس است در ساحه سرویکال. ای که هستن وقتی که نمی دنگام دیولوپمنت یا انکشاف صورت میگیره در خود جنین، در اینجا اینا ساحه بادی چون ما گفتیم ساحه اطلس هم بادی نداره، اینجا چی میشه؟ ساحه بادی خود اینمی اکسس امرا با بادی خود اطلس به شکل فیوز شده اینجا به وجود میاد، یعنی به شکل یک جا شده به وجود میاد و یک پروسه ایجاد میکنه به نام اودونتوید پروسس. یک برجستگی است که در قسمت ساحه بادی خود فقره اکسس در اینجا ای دیده میشه. اینمی اودونتوید پروسس ما در اینجا میبینیم به شکل برجسته در اینجا دیده میشه و اینمی اودونتوید پروسس یکی از مشخصات اینمی فقره چیست؟ فقره اکسس است. در دیگه نواحی ما اینمی ساختمان دنس یا ساختمان که مربوط به اودونتوید پروسس باز ما نداریم. در اینمی ناحیه به شکل اپورد به طرف علوی ای در ساحه از بادی قرار داره، اینمی اودونتوید پروسس. دیگه نوع فقره اتیپیکال ما مربوط به فقره سرویکال هفتم است یا C7 است. فقره سرویکال هفتم چون در اینجا اینمی سرویکال هفتم که است اسپینوس پروسس بسیار طویل است، از این خاطر به نام ورتبرا پرومیننس یاد میکننشان، یعنی یک فقره است که چی است؟ کلان اونمو چیزی که در اینا موجود می باشه اینمی اسپینوس است. اینو پروسس اسپینوس که قسمت خلفی است این بسیار طویل است، از او خاطر ایره به نام پرومیننس یاد میکنن. پرومیننس چی؟ اونمو ورتبرای فقری که اسپینوس پروسس اینو بسیار طویل است نسبت به دیگه فقرات ای طویل تر است، از او خاطر ایره به نام پرومیننس ورتبرا یاد میکننشان. و دیگه ای که قسمت نهایتشان هم به شکل دوشاخه‌ای یا به شکل بایفیدا نیسته. ما قبلا فقرات خوانده بودیم که هر ساحه میتونست متفاوت باشه و به شکل بایفیدا باشن، یعنی به شکل دوشاخه‌ای باشن، اما در اینا باز بایفیدا هم نیست، یعنی به شکل دوشاخه‌ای هم در اینجا دیده نمیشه. دیگه ای که در ترانسورس پروسس از اینا که از یک مقدار طویل‌تر است، بزرگتر است، لارج است. و دیگه ای که در اینجا باز اونمو در این ساحه چیز دیگه که در اینجا دیده میشه فرامین ترانسورسیلیوم از یا که است کوچکتر است یک مقدار در اینمی ساحه. خود ترانسورس پروسس با وجود که بزرگ است اما فرامین ترانسورسیلیوم از یا کوچکتر است و فقط از این اونمو ورتبرال وین یا اونمو وریدای خود ساحه ورتبرای فقره از این میتونه عبور کنه. خب دیگه فقرات اتیپیکال فقره T1 است، T10 T11 و T12 است. اینا از خاطر اونمو اتچمنتی که با ساحه خود قبرقا دارن یا رپس دارن، از او خاطر در هر ناحیه اینا اونمو وریشنشان یا اونمو ساختمانشان از هم دیگه متفاوت هستن، چون دستای اینمی بادی یا هم دستای ترانسورس پروسس اینا میان چی میکنن؟ با رپس اتچمنت دارن، با رپس وصل میشن در اینمی ساحه فسد دیمی فسد یا ساحه فسد ایجاد میکنن تا با ساحه قبرقا در این ساحه یا رپس وصل شوند و از این خاطر است که اینا نظر به اینمی
وصل شدنشان یا اتچمنتشان با ساحه خود ربس یا قبرها، اینا از جمع فقرات اتیپیکل میرن.